حتی در اسلام هم نان دادن هم همیست که اول از امی خانم استفاده کنی بعد از اون نان بدی. اول خانم یک استفاده بکنی، یک 2-3 روز 4 روز نه عروسی تیر شوه، مزه ببین از امی عروسی، بعد از او باز عروسی چی کن نان بده مردم. او زنایی را که حال بهره گرفتین، استمتاع نفع گرفتین، یعنی جماع کردین، لذت گرفتین از اونا، جماع کردیشان، باز مهرشان مکمل بتین. در اینجا مفسرین کلش میگه جمهورش که مهر معین کردی نیمش از پیش لازم میشه، نیمش، ولی استفاده جنسی که کردی کل مهر واجب شه، باز مهرش بتین، باز مهرش پورا بتین. استفاده جنسی کردی کلش لازم شه. حتی در اسلام هم نان دادن هم همیست که اول از امی خانم استفاده کنی بعد از اون نان بدی. حال خانم ناورده در خانه اول دوتل نان میته، 1000 نان میته، بعد از یک جنجال میشه زنم به دست نمیاد. خلاص دیگه بشی 1000 نفر هم نان داده، زنم به دست نمیاد. اول خانم یک استفاده بکن، یک 2-3 روز 4 روز نه عروسی تیر شوه، مزه ببین از امی عروسی، بعد از او باز عروسی چی کن نان بده مردم. فهمیدین؟ شما کوشش کنین که اول عروسی کنین بعد نان بدین. او بیچاره او چیزی را به دست نآورده و نان میته، بعد از بسیار کسا رو دیدیم جنجال شده. ایسو نان داده، ایسو جنجال شد، زن طلاق داد یا زن دختر گفت من نمیگیرم. این میگه مصرفم شد، میگه بلاد پس مرا چی چرا مصرف کردی؟ ازش کم کسی نانم کشیده نمیتونه. نه بعضی وقت به خودکشی میرسم، میگه اینا خودکشی میکنم خیر کل پیسیم رفت، زنم دیگیرم نامد. خودکشی که نکنه باز دیگار خود میکشه، میگه پیسیم رفت، فانچه رو میکشه گرسل دیگار زده میره. نه این یک فساد. چرا در اسلام نیست که اول ازدواج کو بعد از اون نان بده؟ یعنی میگه پام بسیار متوجه باشین که می کار شما بتانین کده میشن، شما میتونین دیگه. کسا اگر نکنه شما الحمدلله اسلام تطبیق میکنه. حالا اگر دختر داره بگویی که من اول عروسی میکنم بعد نان میتم، چی میگه او مادام رو بابی میگه پناشونید می عقل جاهل. این می اسلام است. تو که نشونیدی تو چی کار هستی؟ کدام عالم هستی؟ قرآن هم میفهمی؟ من یک دفعه یک موضوع را گفتم، مهدی سفید چی میگه 70 سال شد تدریس شما سفید شد، ما این گپا رو نشونیدی. من گفتم فقط تو 70 سال حدیث خواندی، 70 سال حدیث درس دادی نشونیدی، تو چی کار هستی؟ یک کلمه عربی را نشونیدی، یک عوام محض. نه حالا تو خود چیزی را نفهمیدی. حدیث فهمیدی چی میگه؟ این مولوی های دیگه چرا نگفت؟ این مولوی های دیگه هم معلوم نیست اکثریتش. دو چشمش در جیب مردم هست، دستخط مردم در ختم مردم که از کجا پیسه تا بکنه. و دیگه اگه اوی گپا را بگوی خود مسجد میکشیش تو ظالم. بسیاریش بعضش که میفهم، بعضش میفهمه چوپه تیر خدا شور نتی میگه مردم. حتی میگه که مدمی خانه ششتیم برقم نانم روان است، برقم روان است، بیکرا ششتیم. چی میم جان جور ما را نمیفاره، میخوایی که ما را از امی خانه بکشی. اگر می گپا به مردم گفتم عاجل مرا میگه مولوی صاحب بار بستری تا بسته کن. چرا چی گپ شده آجی صاحب چی گپ هست؟ ای دیگه بس خوشمان آمدی. والا گفتن این وابی است. خلاص یک تاپگک در پشتش میزنن، بار بستری شده پشتش میتن.